در عموم من سیاست خارجی تاجیکستان را جدا از آن که در دکترین سیاست خارجی ما چی نوشته شده است، چون هر یک کشور دکترین سیاست خارجی دارد و تقریبا کشورهای سابق شوروی از یکدیگر اون رو نسخه برداری کردن و از اون جمله تاجیکستان را مگر بگیرید دقیقاً همون نکته های اساسیش با شباهت با روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان با اینا شباهت زیاد دارد. اما جدا از اون که در دکترین سیاست خارجی به طور رسمی چی ثبت شده است، عملا سیاست خارجی تاجیکستان یک چارچوبی ثابت ندارد و معمولا تمام کشورها وقتی که سیاست خارجی خود را طرحریزی میکنند در مبنای منفعت‌های ملی و دولتی اون طرحریزی میشود و یک ثبات، یک ویژگی خاصی خود را دارد. برای مثال سیاست خارجی چین، یکی از همسایه‌های ما، بر مبنای منفعت‌های اقتصادی چین طراحی شده است و میتوان گفت که سیاست خارجی چین اقتصاد محور است. از افریقا شروع کرده تا آسیا تا کشورهای دیگر، حتی با امریکا هم که رقیب اساسی ژئوپلیتیکی در سطح جهان هست، چین در اساس منفعت‌های اقتصادیش سیاست‌های خارجی خود را، مناسبت خود را با امریکا با اروپا طراحی میکنند، اگرچه در سیاست جهانی در خیلی از مسائل با روسیه هم فکر است و در یک جبهه قرار دارد، اما وقتی که میبیند که به منفعت‌های اقتصادیش میتواند ضربه بزند، شما میبینید که میاد در بعضی حالت‌ها کاملا طرز رفتار میکند که مناسبتش با آمریکا بد نشوند، تحت تحریم‌های آمریکا قرار نگیرد و میتوان گفت که حتی با تاجیکستان ما هم بیشتر اقتصاد محور مناسبت میکند، قرض‌های دراز مدت امتیازناک میدهد تا اینکه آهسته آهسته از طریق این قرض‌ها نفوذ شرکت‌های خود را در تاجیکستان زیاد کند و زیاد کرده ایستاده است و آهسته آهسته نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای منطقه را با روش‌های اقتصادی خیلی هم ملایم میبلعد. یا روسیه را اگر بگیریم، سیاست خارجیش بر مبنای دمینانت بودن در منطقه و در کشورهای سابق شوروی و در کشورهایی که سابقاً به سازشنامه ورشاوسکی دوگوار بنا یافته است و مثلا کمترین پیدایش کمترین نفوذ کشورهای رقیب را مثل امریکا، غرب و دیگر رو در اروپای شرقی، در اوکراین، در آسیای مرکزی، در اون جایی که شوروی نفوذ داشت تحمل نمیکند. دنبال منفعت‌های اقتصادیش چندان نیست، بلکه بیشتر دنبال هیمنت یا دمیناسیون سیاسی و نظامی در این منطقه است و این خیلی واضح روشن است. اما من این دو تا را مثال آوردم تا اینکه مشخص شود که دکترین سیاست خارجی کشورها در مبنای چی بنا می شود. اما در تاجیکستان ما اصلا سیاست خارجی ما بر مبنای منفعت‌های ملی و دولتی بنا نیافته است، بلکه بر مبنای منفعت یک گروه محدودی که در قدرت قرار دارند و اونم به خاطر حفظ قدرت این سیاست‌های خارجی عملی کرده میشن. اصلا اگر ما سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت امروزه تاجیکستان رو اگر در این سالهای اخیر بها بدهیم، می‌بینیم که هر دو هم تنها برای حفظ قدرت است. دیگر اون چارچوب سیاسی، ایدئولوژی، اخلاقی از روی منفعت‌های دولتی و ملی اینها بنا نیافتند و همین منفعت‌های شخصی، گروهی و هدف فقط برای حفظ قدرت در حاکمیت بودن است که باعث می شود که حکومت تاجیکستان یک سیاست خارجی بدون ثبات و بدون یک استواری و سمت‌های معین را دارد. برای مثال چند سال پیش با چقدر شور و شنگ، با چقدر حرف‌های بلند پروازانه درباره طالبان صحبت میکرد و درباره آنکه باید که از جبهه مقاومت ملی افغانستان پشتیبانی شود و خیلی وعده‌های کلان هم داد و خیلی ها فریب خوردن، گفتن خب پس در سیاست خارجیش حکومت تاجیکستان یک دورنمای بسیار واضح روشن در نسبت طالبان و در نسبت جبهه مقاومت ملی افغانستان دارد. اما همگی از بین 2 سال نگذشت، دیده چگونه یک تغییرات جدی با وجود آمد.
حتی بدون آنکه طالبان کاری مشخصی انجام داده باشند. این خود حکومت تاجیکستان وقتی درک کرد که اون بلند پروازی ها یک کمی زیاده روی بوده است و این حرفای کلان زدن میتواند دردی سر شود و بالاخره حکومت طالبان هم میتواند در یک عملی به مثل جوابهای دندان شکن بدهد که دیگر امام علی رحمان توانی دفاع از خود را ندارد و آمد با یک چرخش بسیار هم غیر چشم داشت سیاست خارجی خود را در قبال افغانستان تغییر داد. ولی هنوز هم دارد در نشست مثلا اودکب هنوز هم از تهدید افغانستان صحبت میکند. اما برگردیم به اون سوال شما که من در صحبت خود با پیام تیوی گفتم که از حکومت طالبان دیده برای مثال آوردم قرقیزستان رو، اما هدف من تنها قرقیزستان رو اینجا نشان دادن نبود، بلکه مقصد من این که یکی از کشورهای عضو اودکب میتواند به امنیت مرزی تاجیکستان تهدیدی بیشتر داشته باشد در مقایسه با افغانستان، از آن جمله قرقیزستان. همونطوری که مثلا قرقیزان میتوانند بگویند که تاجیکستان هم به امنیت مرزی آنها تهدیدی بیشتر دارد از آنه که مثلا افغانستان داشته باشد یا کدام کشور دیگری که عضو اودکب نیست. بنابر همین من در این حرف خود هنوزم هستم و برای این دلیل دارم، هم دلیل های منطقی و هم دلیل هایی که در مبنای واقعیت ها هست. ما تا به حال بین حکومت تاجیکستان، بین ما تاجیکان و حکومت طالبان هیچ درگیری یگان زد و خورد نیست، بلکه حکومت طالبان بارها وعده دادند که از طرف مرزهای افغانستان هیچ تهدید به کشورهای آسیای مرکزی نخواهد شد. اما ما میبینیم که خود کشورهای عضو اودکب بین یکدیگر جنگ دارن، جنگ مثلا چند مراتبه قرقیزستان و تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان، اگرچه آذربایجان عضو این کشور سازمان نیست ولی ارمنستان هست و به مرزهای به امنیت مرزی یا حتی یک پارچگی ارمنستان مثلا آذربایجان تهدید بیشتر دارد، در صورتی که اودکب هیچ به کمک ارمنستان نشتافت، نابسته از اینکه ارمنستان چندین مراتبه از اودکب این درخواست را کرده بود. بنابر همین اشاره من به آن بود که یک مقدار زیاده روی میکنن، مبالغه است در اون که همیشه از تهدیدهای از طرف افغانستان کرده می شود، در صورتی که تهدید واقعی به تمامیت ارضی تاجیکستان، به مرزهای تاجیکستان از کشورهای خود عضو اودکب است.